سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور چند سالی است گرفتار خشکسالی شده. اینو میشه از مزرعه پیرمرد صحرا دید. قدیم که هر کسی میامد اینجا از خیلی شای هست میدید که البته چطوری بود. ولی بعدم خشکسالی خودش کمسو شده بود ولی آدرس جایی رو میداد که جوانان حالا از در دیگری روزی میخورند. این سرمایه معادن با ارزش طلاست. این سرمایه‌ای که خداوند به ما داده و ما باید ازش استفاده بکنیم. عمده سنگ‌های طلا در ارتفاعات. این یعنی گنج بیرنج میسر نمیشود. همینه این کوه طلاست، رنگش هم با رنگ تمام کوه متفاوته. راهی مناطق صعب العبور شدیم، به جویندگان طلا برخوردیم. بعد از اینکه این تست اون تمام شد، تجهیزات کاملتر مخصوصا که در ادامهش میز لرزان رو داریم و ذوب رو که بتونیم به طلای خالص در ادامه خط برسیم. میزان صرفه اقتصادی در استخراج معدن طلا 0.5 گرم در تونه. این در حالیه که در سیستان و بلوچستان بیش از 1 گرم پس 1 گرم خورده‌ای که در رنج اقتصادی قرار میگیره. 2 معدن شناسایی شده داریم با مجموع 10 میلیون تن طلا. علاوه بر طلا، سیستان و بلوچستان معادن غنی آنتیمون، عقیق، زمرد و انواع سنگ‌های تزئینی رو داره. به قول گفتنی ما بر سر گنج هستیم. البته اگه قابلیت‌هامون رو بشناسیم و از اونها استفاده کنیم. مریم اربابی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.